6 تا قانون طلایی که زندگی رو برات راحت تر میکنه. با عمل به 6 آرامش حقیقی رو وارد زندگیت میکنی. 1. پذیرش. تمام اتفاقایی که توی زندگیمون میفته یا روش کنترل داریم و میتونیم تغییرش بدیم که باید براش تلاش کنیم، یا کنترلی روش نداریم و نمیتونیم تغییر بدیم که باید بپذیریمش. هر اتفاقی که توی زندگیت میفته، فکر کن ببین تو کدوم یکی از این 2 تا دسته قرار میگیره و بر اساس همون عمل کن. 2. برای زندگیت یه معنای خیلی قشنگ پیدا کن. این معنا میتونه رضایت خداوند باشه، خدمت به خلق باشه، کمک به پدر و مادر و خانواده باشه، و یا شادی و خوشبختی خودت. فقط یادت باشه که این معنا باید دنیا رو هم برای خودت هم برای دیگران به جای قشنگتری تبدیل کنه. 3. تمرکز بر چیزهایی که کنترلشان دست توست. به جای نگرانی درباره چیزهایی که نمیتوانی تغییر دهی، انرژی خود را روی کارها و تصمیماتی متمرکز کن که تأثیر مستقیم بر زندگیت دارند. 4. یاد بگیر بگویی نه گفتن به چیزهایی که با اولویت‌ها و ارزش‌هایت همخوانی ندارند، به تو زمان و انرژی بیشتری برای انجام کارهای مهم می‌دهد. 5. قدردانی از لحظه حال. به جای نگرانی درباره گذشته یا آینده، سعی کن از لحظات کوچک زندگی لذت ببری. این نگرش به کاهش استرس و افزایش شادی کمک می‌کنه. 6. یا همون قانون طلایی آرامش. به اندازه همه این دنیا شادی و خوشبختی هست، پس فقط از نردبون خودت برو بالا، و از اینکه یکی از تو بالاتر ناراحت نباش، و یا از اینکه یکی از تو پایینتر خوشحال نباش. فقط مسیر پیشرفت خودتو برو، اما در عین حال از تجربه دیگرانم یاد بگیر. بهت تبریک میگم، تو 6 تا قانون طلایی زندگی رو یاد گرفتی برای اینکه دنیا رو به جای قشنگتری تبدیل کنی. این پاستو برای دوستاتم بفرست. زندگی وقتی ساده تر می شود که روی اصلها تمرکز کنیم و از حواشی دور بمانیم. 7. اگه میخوایی هر روز از دیروزت موافق تر باشی، این پیج مخصوص خودت فالو کن.